گوش کن، چشمی که حرام را میبیند ممکن است از سعادت نگاه کردن الله متعال در قیامت محروم شود. باور کن آنچه که نزد الله رب العزت هست بهتر و ماندگارتر هست، همانطوری که الله متعال در قرآن کریم میفرماید والآخرة خیر و ابقا، و آخرت بهتر و ماندگار است. و هر لذتی که در زندگی من و شما هست مهم نیست که چگونه لذتی باشد، حالا هر چی که باشد، و والله ارزش ندارد که من و شما را از لذت و سعادت آخرت محروم گرداند. و هر صحنه‌ای که امروز من و شما را وسوسه می‌کند فردا ناپدید می‌شود و از بین می‌رود، و آنچه که باقی می‌ماند اثر طاعات و عبادات و همینطور اثر گناه و معصیت است. پس خودمان انتخاب کنیم که چه همراه ما بماند و چه اثری داشته باشیم، چون اثر خوب به اذن الله متعال نتیجه بهشت است و اثر بد اگر الله نبخشد نتیجه جهنم است، معاذ الله. پس در انتخاب خود دقت داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.